با مقصد پیشگیری بیماری کرونا نوی کووید-19 شب 26 ایول سال 2021 1.5 میلیون ویا واکسینه مدرن 3 سال شرکت مدرن اینک ایالات متحده آمریکا در چارچوب فعالیت مکانیزم کوواکس و برنامه تقسیمات عادلانه ویاهای واکسینه‌های ضد کووید-19 به تاجیکستان وارد گردید. در مراسم قبول ویاهای واکسینه مذکور در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه، معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان، معاونان وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان غفور محسن زاده، عبدالخالق امیرزاده، نماینده خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در تاجیکستان اسامه مکوی و دیگر شخصان رسمی اشتراک نمودند. طور ذکر گردید ایالات متحده آمریکا با جمهوری تاجیکستان از اولی به دست آوردن استقلال دولتی در عرصه بین‌المللی همچون شریک دائمی شناخته شده است. در این روند بین دو دولت سالهای اخیر رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی باز هم گسترش یافته. لایحه‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی در سمت‌های گوناگون خواجگی خلق عملی گردیده ایستادند. سال 2020 وابسته به پیدایش و پنه‌شوی سرایت نوی کرونا در همه دولت‌های جهان مشکل‌های زیادی را به بار آورد. از جمله محدود گردیدن رابطه‌های بین‌المللی با عاقبت‌های این سرایت به اقتصادیات و اجتماعیات کشورها. در نظر است که ویاهای امروز قبول شده به ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های مملکت طبق نقشه‌بندی دسترس گردیده پس از انتقال معرکه واکسیناسیا آغاز خواهد شد. با این مقدار واکسن 750,000 نفر شهروندان مملکت واکسن خواهند گرفت.